خصوصا خدیجه ام اکثر اولاده، خصوصا حضرت خدیجه رضی الله عنها که بهترین زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکه بهترین زنها علی الاطلاق در دنیا هست و یکی از فضیلتاش این است که مادر اکثر فرزندان پیامبر صلی الله علیه وسلم است. یعنی غیر ابراهیم دیگه همه فرزندان پیامبر صلی الله علیه وسلم از خدیجه است. و اول من آمن به و عضده علی امره، اولین شخصیتی که علی الاطلاق دین مقدس اسلام را قبول کرد. از مردها هم از زنها هم اولین شخصی که دین مقدس اسلام را به یگان چون و چرا، به یگان فکر و خیال با برابر شنیدنش قبول کرد، این حضرت خدیجه است. و عضده علی امره، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این دین اسلام یاری داد، با پول، با مال، با آبرویش و با دلبرداریش و با خدمتش و با اذیت ندادنش، با غم ندادنش، پیامبر صلی الله علیه وسلم رو چنان احترام میکرد که در دنیا یگان زن مثل خدیجه شوهرش را احترام نکرده است. و کان لها منه المنزله العالیه، بنابراین در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم منزله عالی داشت، قدری بلند داشت